سرخط مهمترین خبرها: سازمان مهاجرت در 25 روز قریب 1000 مهاجر افغانستانی را از تاجیکستان پیش کردند. در سنت پترزبورگ یک کار دیگر را برای مهاجران منع کردند. و شکایت مردم در تاجیکستان از بلند بودن نرخ لباس مکتبی. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 13 آگوست است و ساعت در دوشنبه 10. به گزارش نوی سازمان بین المللی مهاجرت از روز 17 ایول تا 10 آگوست قریب 1000 افغانستانی از تاجیکستان اخراج شدند. این سازمان ورود و خروج شهروندان از تاجیکستان و افغانستان و برعکس را از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان حساب می کند. طبق آمار نوی سازمان بین المللی مهاجرت از 17 ایول تا 10 آگوست 1647 کس از طریق گذرگاه پنج پایان بندر شیرخان از تاجیکستان به افغانستان برگشتند. از اینها 976 کس از تاجیکستان اخراج شده، باقی مانده آنهایی بودند که با مقصد دیدن خانواده‌شان به افغانستان برگشتند. همچنین در این آمار سیاحان نیز شامل هستند. آمار سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که با وجود اخراج یا دپورت مهاجران افغانستانی از تاجیکستان، ورود شهروندان از افغانستان به تاجیکستان همچنان ادامه دارد. در 25 روز اخیر 687 نفر از طریق گذرگاه شیرخان بندر از افغانستان به تاجیکستان آمدند. منبع میگوید که بیش از نصف این افراد برای جستجوی کار به تاجیکستان آمدند. باقی مانده برای سفر به کشور دیگر و یا خبرگیری خویشاوندانشان به تاجیکستان سفر کردند. رقم‌های پیشنهاد کرده سازمان بین المللی مهاجرت بازگوی آن است که موج اساسی اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان به روزهای 17 و 21 ایول راست می‌آید. روند اخراج مهاجران افغانستانی از تاجیکستان پس از آن شدت گرفتی که به گفته شماری از مهاجران، نیروهای امنیتی تاجیک به طور شفاهی به آنها 15 روز مهلت داده بودند تا خاک تاجیکستان را ترک کنند. این مهلت 21 ایول به پایان رسید. پیش از این شماری از مهاجرانی که از تاجیکستان به افغانستان برگشتند به رده آزادی گفته بودند با وجود داشتن سندهای قانونی بازداشت و اخراج شدند. شهردار سنت پترزبورگ، دومین شهر کلانترین در روسیه، کار کردن مهاجران را در بخش خدمت رسانی کوریری را تا آخر امسال منع کرده است. بر اساس قرار والی سنت پترزبورگ، رساندن غذا و تمام نمود مال و کالا برای مهاجران اکنون منع است. به صاحبان شرکت و کارخانه‌ها در این شهر دستور شده است که تا 3 ماه آینده این قرار را اجرا کنند. مقامات سنت پترزبورگ هدف از قبول این قرار را مبارزه با کار پنهانی، بهتر کردن خدمات در بخش کالارسانی و تأسیس جایهای نوی کاری برای شهروندان روسیه پیش از همه جوانان و دانشجویان گفتند. رساندن مال و کالا و یا کوریر یک کاری درآمدناک برای مهاجران گفته میشد. به گفته شرکت‌های خدمت رسانی کوریری، سنت پترزبورگ به شهری تبدیل می‌یافت که کوریرهای آن در روسیه نظر به همکارانشان در دیگر شهرها پول از همه بیشتر می‌گرفتند. پیش از این در ماه ایول امسال شهردار سنت پترزبورگ مهاجران کاری را از حق تکثیرانی در این شهر تا آخر امسال محروم کرده بود. مقامات روسیه در سالهای اخیر محدودیت‌ها برای مهاجران کاری را بیشتر کرده، کار کردن شهروندان خارجی را در چندین ساحه‌ها منع کردند. تا آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان 2 هفته دیگر مانده است. در این روزها بازار خرید و فروش لباس‌های مکتبی گرم است و شکایت‌ها از بلند بودن نرخ لباس‌ها برای خوانندگان زیاد صدا می‌دهد. همکارم امیر سیف از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید که از نرخ و صفت لباس‌های مکتبی تا کجا قانع هستند. پاسخ ساکنان را با هم ببینیم. ای بلبلکان باغ دانش، شادانه ترانه‌ها مبارک. باز آمده از فصل خوانش، تحصیل نو شما مبارک. از 1 آگوست این جانب ما لحظه این است که به مشتری باشیم، یعنی که وقتمان زیادتر باشد. مشتری های ما دائم در پشت در این چیزا هستند و حتی تا شدن در هم در آنجا علاقه در صف نوبت ایستادند و وقتی که در شده می شود علاقه مشتریان ما به مغازه این خیلی گنگی هجوم می آورند. والدین عزیز و گرامی ما نوابسته از مشکلات مادیشان، از مشکلات همان روزگار هر روزشان، نوابسته به همین فرزندان خود را دوست می‌دارند و برای آنها نه پول نه چیز یگان چیز را دریغ نمی‌دارند. خوب ببینید، در یریوان بیشتر لباس‌های قدیمی در فروش می‌دیدم، نه لباس مکتبی. لباس‌های مکتبی را بار اول در اینجا می‌بینم. صفت مناسب، نرخ هم بلند نیست. البته امکانیت خوب برای آماده کردن طلبگان به تحصیل میباشد. Подготовить к школе. خیلی خوبه که در همه جای در صدبرگ، در همه جای یارمارک‌ها را شدگیان بهترین است، لیکن همی کم ترک نرخشون با پایین‌تر میشید برای ما کم مغلوب خیلی خوب میشید. مقصد کورس دلار پس اول میگفتن کورس دلار بلنده، نرخ بلنده. ولی خیلی کورس دلار پس میرم یک کم ترک پستر کنن
بخیر معاشمون میرسه، در زندگی با پیشروی میشود. خیلی باید که برای مردم کم بیزوات و برای مردم عموما در مجموع باید که ارزان باشد، دسترس و ارزان باشد که و میتوانند در همین شب و روز ثروتمندان ما به مردم یعنی که یاری برسانند. ما از یک لباس 10 سومون، از 10 لباس 1 سومون فایده میاریم و غیر از این نرخ دسترس ما با 10% تخفیف داریم. من یک کارگر عادیم، برای خرید مکتب 2 ماه معاش ما باید ذخیره کنم. شخصا ما با روسیه رفته کار میکنیم. از روسیه сум روان کرده خرید میکنیم. Я здесь купила и дочке школьную форму, и сыну школьную форму. در اینجا من هم به دخترم و هم به پسرم لباس مکتبی خریدم. همه چیز دسترس است با نرخ مناسب. تنها کتاب و دفتر مانده است که اونها رو هم بخریم به مکتب آماده میشویم. Мы уже будем готовы к школьной. فکر شخصی من نمونه است که باید که سر و لباس ها برای مکتب بچگان ما در کشور خودمون استحصال شود، دختر شود و چونکی از خارجه برای ما لازم نیست. البته مبادله اسعار تغییر یافت، نسبتاً کم شدن، پول ما، سامانی ما قدرش بلند شد. لیکن این را به نظر گرفته باید سوداگران، آنهایی که به تجارت مشغولند، آنهایی که فروشنده هستند، این را به نظر گیرند و از روی وجدان و از روی انصافشان، از روی باوری ایمانشان همان نرخ باید که کمتر ارزانتر کنند. اگر بسیار نه کمتر ارزانتر کنند که هم به ضرر خودشان نشود، هم به ضرر خریدار. بینندگان عزیز، شما هم در این موضوع نظر دارید؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. صادر جاباروف رئیس جمهور قرقیزستان قانونی را امضا کرد که بر اساس آن دیگر تهیه و نشر و حفظ مواد پورنوگرافی و ترغیب آن جزا خواهد داشت. هدف از قانون به گفته دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری محافظت ارزش‌های اخلاقی و معنوی جامعه قرقیزستان است. بر اساس قانون که روز 11 آگوست امضا شد، در قرقیزستان اگر کسی را با مواد پورنوگرافی بازداشت کنند از 115 تا به $320 جریمه می‌بندند. جریمه‌های بزرگتر برای فروش عکس و ویدیو و دیگر مواد پورنوگرافی تعیین شده است. از این پیشتر و در آخر ماه ایول صادر جاباروف با امضای یک قانون دیگر وبسایت‌های پورنوگرافی را در قرقیزستان منع کرد و پروایدرهای اینترنتی نباید بگذارند که کسی به این گونه وبسایت‌ها دسترسی داشته باشد. در صورت پیدا کردن منابع پورنوگرافی در وبسایت‌ها، وزارت فرهنگ قرقیزستان از پروایدرها یا شرکت‌های فراهم کننده اینترنت طلب می‌کند دسترسی مشتریان را به آنها امکان ناپذیر گردانند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای این کشور منطقه‌های زیر نظارت خود را در ولایت دنیس و لوهانسک اختیاراً ترک نمی‌کنند. اظهارات ولادیمیر زلنسکی شام سه‌شنبه 12 آگوست و 3 روز قبل از دیدار دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین صدا داد. زلنسکی در صحبت با خبرنگاران گفت ما نمی‌توانیم از دنباس خارج شویم. همه این قسمت اول را فراموش می‌کنند که سرزمین ما غیر قانونی اشغال شده است. رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که اگر این کشور را مجبور کنند که نیروهای خود را از دنباس بیرون کند، پس کیف جنگ سوم را آغاز می‌کند. پیشتر ولادیمیر زلنسکی گفته بود که کیف نتیجه مذاکرات آمریکا و روسیه را در آلیاسکا نمی‌پذیرد. با گفته زلنسکی دیدار در آلیاسکا تنها برای روابط دوجانبه مسکو و واشنگتن می‌تواند تاثیر رساند. رئیس جمهور اوکراین برگزاری این واقعه را غلبه شخصی پوتین نامید. صحبت درباره اوکراین بدون حضور اوکراین غیر قابل قبول است و هیچ کس هم این را پذیرفتنی نیست، گفت زلنسکی. قرار است رهبران آمریکا و روسیه روز جمعه 15 آگوست در آلیاسکا واخورده موضوع پایان دادن به جنگ در اوکراین را بررسی کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 آگوست را فرا می‌گیرد. 13 августи соли 2007 дар шаҳри Душанбе раванди санҷиши дониши мазҳабӣ ва дунявии имомхатибон шурӯъ шуд, ки баъдан ба як талаботи муҳими ба кор қабул кардани онҳо дар масҷидҳои кишвар табдил гашт. Тоҷикистон барои таҳти назорати давлат будани дин ва муассисаҳои динӣ маош додани давлат ба имомхатибону бастани масҷидҳо мавриди интиқод мебошад.
13 августи соли 2013 гурӯҳи мусиқии баракаи Литва дар Фейсбук аз кори бархе кормандони фурудгоҳи Душанбе интиқод кард, ки аз онҳо тамаҷҷӯҳӣ карданд. Хадамоти амнияти фурудгоҳи иттиҳомро бепояву асос хонд, вале буҳрони мазкур мақомоти фурудгоҳро водор кард, ки дар андешаи ислоҳи одобу ахлоқи кормандонашон шаванд. моҷарои мазкур, ки дар баррасиён даҳҳо корбар иштирок кард, муассирияти шабакаҳои иҷтимоиро ба унвони пойгоҳи озоди матраҳ кардани мушкилоти ҷамъиятӣ ба намоиш гузошт. бар асоси қарори ҳукумати Тоҷикистон аз соли таҳсили 2016 ҳамагуна либоси мактабӣ, ки аз хориҷа оварда мешавад, бояд аз ташхиси оҷонсии Тоҷик стандарт гузашта танҳо бар асоси иҷозати ин ниҳод ба бозор арза шавад. мақомот инро ҳамчун дастгирии истеҳсоли маҳаллӣ ва назорат аз сифати либос ҳимоят кардан, дар ҳоле ки соҳибкорони инфиродӣ қарорро хилоф бо меъёрҳои бозори озод медонанд. شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه تقریبا به تغییر بود. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115 سامان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سامان ارزش دارد. بینندگان عزیز، قرب اسعار در بانک‌های تجارتی هر ساعت میتواند تغییر یابد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 13 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلتی جو داشته برای برنامه نوید به انجام رسید. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را با ما نویسید. خدا نگهدارتان.